بر اوج محبت علی اوجی نیست، در بحر به جز کرامتش موجی نیست، در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست. سال روز ازدواج تنها زوج معصوم عالم بر همه شما مبارک باشه. سال روز ازدواج پدر و مادر هممون، پدر و مادر امت. چرا میگی آقای مجری؟ چون پیامبرمون فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه. اگر امیرالمومنین بابای ما باشه، حضرت زهرا مادر ماست، قربون هر دوتاشون بشم من. الهی که زیارت امیرالمومنین در نجف اشرف نصیب و قسمتمون بشه، قبر مخفی شده حضرت زهرا سلام الله علیها آشکار بشه، به ظهور حضرت ولیعصر آخرین فرزند معصوم این ازدواج. انشاءالله چشممون به رخسار دلاراشون روشن و منور بشه و زیارتشون بکنیم. به دعای استاد سعیدی آریای عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، مبارکتون باشه، خوش آمدین. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که زندگی هامون به برکت و نام و یادی که امروز از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتیم، انشاءالله شهد ولایت، شهد اطاعت خداوند جاری باشه انشاءالله و چشیده بشه از زندگی های ما. انشاءالله هممون عاقبت به خیر باشیم و زندگی هامون مرضی رضای این بزرگواران قرار بگیره. الهی آمین. به دعای شما الهی آمین. توفیق بندگی مخصوصا توی این 10 شب و روز اول ماه ذوالحجه که خیلی دهه خاصی هم هست، نصف و قسمت هممون بکنه، توفیق بندگی انشاءالله. و آقا روزای قشنگی در پیشه. همینطوره. ماه ذوالحجه شروع شده و عرض کردم فردا سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهماست و دیدم سال روز ولادت حضرت ابراهیم خلیل الله هم هست. مناسبت های زیادیه. ذوالحجه روز اول این پیامبر بزرگ بت شکن بنا کننده خانه کعبه و تا آخر ماه ذوالحجه که مناسبت های زیادی هست و اینها. ما سراپا گوشیم، صلاح میدونین راجع به این مناسبت ها؟ حتما انشالله. خب نیکوترین و مبارکترین ازدواج که فرمود اگر فاطمه نبود کفی برای علی وجود نداشت، اگر علی نبود کفی برای فاطمه وجود نداشت. صلوات الله علیهم اجمعین، اهل بیت علیهم السلام. خب خاص و ویژن از این جهت ما خب این ازدواج رو تبریک میگیم و مبارک و میمون هست، اما از این جهت هم که الگو هم برای ما هستن. اعمال و رفتار امام و نبی خدا یک الگوه برای ما. این که ساده زیستی این بزرگواران، سخت نگرفتن به این معنا، زهدشون نسبت به دنیا، اینم فوری نگیم آقا اونا بالاخره فرق کردن، امامن معصومن چیان، اینا همه هستن ولی الگو هم برای ما هستن یا نه؟ اصلا برای همینن. برای همینه. امام بودن مفهومش همینه. یعنی او انجام بدهد من ببینم یاد بگیرم به اندازه سعه وجودی اگر خودم. او امام است من باید مأمون باشم. مأمون باشم. سعه وجودی خودم به اندازه‌ای که میتونم. نگاه بکنیم اون ملاطفتی که بین این دو بزرگوار وجود داره. اولش سادگی در ازدواجشون. شکلگیری این پیوند و زندگی، متن زندگی همش الگوست. هیچ وقت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اجازه ندادن حتی بچه ها برن در رو برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام باز کنن، خودشون میرفتن تحویل میگرفتن به قول امروزی ما. این چقدر شیرینه. خیلی این آداب رو بلد بودن چیز مهمیه. ما خیلی بچه تر از این که بودیم یه وقت خط می نوشتیم، خط درشت با قلم درشت. یه سرمشقی داریم به نام ادب آداب دارد. این حروف کشیده داشت، هم در دستورزی کمک میکرد، هم غلطای آدمو خوب میتونست استاد ببینه کجاها لرزش داری و اینها. و خود مفهومش رو نگاه کنید، یعنی مؤدب بودن باید آدابش رو بلد باشی تا بتونی پیادهش بکنی. این بزرگان اومدن این آداب رو به ما یاد بدن. مخاطب قرار دادن شما صمیمیت به معنای بی احترامی نیست.
مثلا توی خطاب قرار دادن امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داریم، چه جور با هم حرف میزدن. کمک کردن تو خونه به معنی ذلت مرد یا به معنی پایین آمدن نیست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک میکردن تو خونه خیلی از صدیقه طاهره سلام الله علیها رو. همه اینا میبینیم گاهی الگوهای خطایی که تو ذهن ما چیده شده به واسطه تعصبات، نفسانیات، میخوام توجیه کنم تنبلی خودم رو تو خونه، میخوام توجیه کنم اینا، نگاه میکنیم با یک دانستن از سنت این بزرگواران همه شسته میشه و از بین میره. گاهی توجیهات غلطیه توی ذهن آدم میاد. اگر مردی به همسرش یا اگر زنی به شوهرش داره که یه مقدار آب، حتی در آب اگر بده خدا چه ثوابی نسبت بهش داره، پاسخ با مهربانی بده، حتی چه کلماتی رو نگه. کاش یه وقت اگر فرصت بود، این خودش چند تا برنامه میخواد، آداب تعامل در حد زن و شوهر، تعامل اینها باشه. اینا رو اگه آدم یاد بگیره زندگی خیلی شیرین میشه. خودمانی ترش رو بگم، یه وقتایی شما میان برای حل اختلاف، مثلا پیش ما حالا یه مقدار قبلتر میامدن، طرف میامد صحبت میکرد، میگفتش که آقا نذار درد دلم باز بشه، این مرد یه بار به من نگفته دوستت دارم، این مرد یه بار اینجوری با من حرف نزده. مرد میاد میگه آقا نمیدونی اخلاقش اینطوریه، رفتارش اینطوریه. الان دعوا سر یه چیز دیگه سا، ولی وقتی نیشتر میزنی، به عمق زخم میرسی، میبینی کار از همین آداب داره شروع میشه، از بلد نبودن تعاملات داره ایجاد میشه، از زخم‌هایی که عفونت پیدا کرده بعد از این سالها، عقده شده شنیدن حرف‌های محبت آمیز نسبت به هم دیگه، الان اینجا سرباز کرده که داره توی یه جای دیگه شما شعله ور شدن و عفونت زخم‌ها رو داری میبینی. خیلیاشو بلد نبودن، خیلیاش این تو خانواده پدر مادرش هم تو تعامل پدر مادرش این رو ندیده و یاد نگرفته. پدر و مادر همون قدر که خودتون با هم خوب رفتار میکنید و مؤثر در ارتباطتون بین هم دیگه، فرزندان شما هم یاد میگیرن فردا این دختر من با شوهرش و پسر من با همسرش چجوری باید رفتار بکنه. گفت فاقد شی که معطی شی نمیشه. وقتی من جیبم خالی باشه که نمیتونم کمک کنم به کسی. اگر اخلاق و رفتار بلد نباشم نمیتونم یاد بدم. زندگی ما کلاس درسه برای بچه‌ها. همینم هست. عصبی بودی همین میشود بچه. باید تازه بخواد اصلاح کنه چقدر باید زحمت بکشه این بچه. باید از منفی 20 شروع بکنه برای اصلاح. 0 به دنیا اومده، تو تبدیلش کردی به منفی 20. حالا اگه بخواد جون بکنه تا برسونه به 0 دوباره خودشو، اون ولادت بر اساس فطرتش و پاکیش رو، عوض این که من بگم از 20 به بعد و خودت شروع کن، بعد از ایام بلوغت، اون موقعی که فکر بلوغ فکری رسیدی شروع کن، من تازه بردمش منفی 20. تازه این باید چقدر زحمت بکشه، چقدر صدمه خورده. لذا اینو عرض میکنم یه وقتم اگر تو اختلاف مسئله چیزی پیش میاد، بالاخره شیطون کارش همینه دیگه، ایجاد بغضا اصطلاح قرآنیشه. دوست داره بین آدم‌ها تشنج ایجاد بکنه. لذا از صفات انسان‌های با تقوا و مؤمن در حدیث 20 دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه، امام زین العابدین علیه السلام در صفات انسان‌های مؤمن می‌فرمایند و با تقوا می‌فرمایند اطفاء النائره، آتیش خاموش کنن. اطفاء حریق یا همون اطفاء النائره، اینا آتیش خاموش کنن. اگر میبینید یه همچین چیزایی اتفاق میفته، سعی کنید شما اون آتیش خاموش کنه باشه. دو طرفی ما، مرد است زن است، هر کدوم من یه کاری کنم این وسط آتیش خاموش بشه، فوری هم شیطون میاد سراغت. نه بذار اون معذرت بخواد، مگه حق با من نبوده، مگه چی نبوده، بذار آدم شه، بذار حالا اینطوری بشه. میذاره کهنه میشه و زخم که کهنه شد از زمان درمان طلایی خودش میگذره. اصطلاحاً میگن اینایی هم که بری بیمارستان، میگه چند وقت گذشته این زخمه میخواد بخیه کنه، حتی عضوی که قطع شده اگه خیلی سریع برسونیش هنوز زنده است، امکان اتصال وجود داره. زخم یکی از شیطنت‌های شیطون اینه که میذاره زخم کهنه بشه، میذاره نتونی تو دیگه جوش بخوری با طرف مقابل. اینا رو خیلی دقت بکنی. یه توسل هم میخواد، هر موقع دیدی تلخی پیش اومده یه توسلی بکنید. حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین، مولای من، شما زندگی خوبی داشتید، کمک کنید زندگی ما هم خوب باشه انشاءالله. آره یادم افتاد هر موقع امیرالمؤمنین فرمودن که من اوج غم و غصه و مصیبتم بود، نگاهم که به چهره حضرت زهرا سلام الله علیها میافتاد، غم و غصه از دلم میره. آره. یا اینکه پیامبر فرمود، در واقع سوال کردن که چطور دیدی
فرمودن که بهترین یار برای بندگی خدا، بندگی خدا فی طاعت الله. آره. بله بهترین یار. آره. چه خوب آدم یار هم دیگه تو این زمینه باشه. وگرنه طرف اینی تا قبل ازدواجش انقدر آدم خوبی بود، بعد ازدواج بد اخلاقی آزاده بیرون، داره تعاملای بدی انجام میده، بار گناهش سنگین تر داره میشه. عوض اینکه نصف دینش کامل بشه، احراز نصف دین بشه، از اون ور داره از یه جاده دیگه ای میره. شاید اگه ازدواج نمیکرد خیلی سالم تر، شوخی میکنه، خیلی دینش سالم تر بود، باعث ظلم شد. این تربیت رو خیلی بهش دقت بکنیم. این الگو گرفتن، فقط تو هیئت رفتن و سینه زدن و اینا رو به عنوان شعائر خیلی اهمیت میدیم ما، ولی رفتی اونجا هم دعا کن یا امام حسین یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یا حضرت زهرا سلام الله علیها و فاطمیه، رفتیم ای دعا کردیم این اخلاق من درست بشه، خودم هم همت میکنم، هم همت خودم باشه، هم انشالله به لطف نامهای مبارکی که بردیم. حضرت آدم هم خواست توبه کنه، اسماء متبرکه 5 تن صلوات الله علیهم اجمعین رو، اسماء اینا گفت، ظاهراً بردن نام اینها در بازگشت نسبت به خوبی ها، از بدی ها دوری کردن، یه تأثیر ویژه‌ای داره. خدا توبه او رو اونگونه پذیرفت به صراحت قرآن. از نام اینها زیاد استفاده کنیم. نام ذکر و علی عبادت خاصیتش قربتاً الله. نام اینها قلب رو شیرین میکنه، ذهن انسان رو باز میکنه، بدی ها رو دور میکنه از آدم. انشالله نام و یادشون تو زندگی های ما فراوون باشه. الهی آمین. الهی آمین. زندگی هایی که خیلی از امشب شروع میکنن به مناسبت امشب، خیلی ها میرن خونه بخت، عروسی ها و ازدواج ها و عقد کنون ها برپا میشه توی محله های مختلف شهر و دیار و کشورمون. انشالله که همشون زیر سایه امیرالمومنین از زهرا خوشبخت بشن. الهی به همین دعای خیری که کردی شما سادات هم هستی، خوبه اینجوری دعا میکنید. تو خدا محضر شما. نه خدا حفظت کنه، خدا حفظت کنه، نگید این حرفو. سال روز رسیدن پدر خاک به مادر آب مبارک. لباس یاس بر تن کرد زهرا، کنار دست او بنشست مولا، محمد خطبه خواند جانم. این صحنه رو تصور کنین، واقعا لذت بخشه. این سه انسان برگزیده، این مراسم. لباس یاس بر تن کرد زهرا، کنار دست او بنشست مولا، محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت. غلط گفتم نی، غلط گفتم بلی نه، یا علی گفت. یا علی مدد. مخلص شما هستیم. انشاءالله که مبارکتون باشه این ازدواج پربرکت که شکوفایی 11 شاخه طوبا مهمترین اثرشه و ما الان عصر آخرین فرزند معصوم و در واقع ثمره این ازدواج هستیم، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، که امروز هم روزشون بود و اتفاقا بحث روزهایی که ما خدمت استاد سعیدی آریا هم هستیم همین آخرین ثمره همین ازدواج هست و انشاءالله که خیلی زود ظهور بکنند و اون چیزی که همه پیامبران و معصومین منتظرش بودن اتفاق بیفته و برکت همین باز این ازدواجه. حتما انشاءالله با همین دعای خیری که کردید. محبت دارید. سراپا گوشیم. خب قرارمون اینه که بدانیم میخوایم برای اماممون، امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف زینت باشیم. کنوا لنا زینا، زینت بودن، یاد گرفتن این که اخلاق یک انسان مهدوی و منتظر چگونه باید باشه و منعطف باشه. من اینو با یه پرانتز عرض بکنم. اول زمان امام صادق علیه السلام اگر از شیعیان کسی خطایی میکرد که حد میخورد، میبردن در خونه امام صادق علیه السلام و گفتن این شیعه جعفر ابن محمد. عجب. می آمدن آبروریزی میکردن، میخواستن اون حالت سرشکستی، شین اصطلاح روایتش، اون حالت آبروبری رو داره. ما الان اینایی که میخونیم این دستورالعملی است که میخوایم زینت اماممون به فعل امری که برای ما گفتن، میخوایم زینت اماممون باشه. بله. یاد بگیریم که مهدی پسند باشیم. اماممون ما رو بپسنده. اون لبخند رضایت اماممون انشالله باشد، چه در دوران غیبت چه در دوران ظهور. اینا که استثناء بردار نیستش که انشالله تو دوران ظهور هم انشالله خود حضرت میان و میپسندن انشالله. امیدمون بالاخره اینه. انشالله. لا یحیف علی من یبغض. باز از ادامه همون روایت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام این اخلاق انشالله تو ما هم باشه. ظلم نمیکنه، حتی به کسی که دشمنش هم هست با عدالت دشمنی میکنه.
نه با ظلم. اگه یکی زد یکی میخوره، اگه یکی باید اینا رو تعاملش چجوریه ها. اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام راجع به ملعون ابن ملجم چجوری میگه، چجوری قصاصش چگونه باید باشه، یک ضربه بزن. ظلم نمیکنه. چرا این اتفاق میفته؟ ظلم معمولا تو جایی که آدم قدرت پیدا میکنه اون بسترهای ظلم ایجاد میشه، چون قدرت دیگه اون ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. وقتی رؤیت استغنا، یک گردن کلفتی، خودمونی بخوام ترجمهش بکنم، این وقتی اتفاق بیاد اون وقت اون طغیان هم همراه با خودش میاد. کسی که تو موضع ضعف شما ازش بگی این چرا ظلم نمیکنه، خب معلومه چون اصلا توانش رو نداری همچین کاری بکنه. کسی که تونست خودش رو در مقام ظلم بود و ظلم نکرد ارزش داره. تو آب بود و خیس نشد ارزش. تو کویر میگه ببین من غرق نمیشم. تو کویر اصلا موقعیتی همچین مسئله نیست. پس وقتی که بغضی نسبت به کسی پیدا کرد، غضبی نسبت به کسی پیدا کرد و اون کسی خطایی در مورد این کاری کرده، اون عفو و بخشش جای خودش، ولی وارد مسئله ظلم نمیشه. میاد طرف میگه آقا فلانی فلان طور بوده. اینی که شما داری میگی غیبت، اونم غیبت منو کرده. کی گفته میشه اگر کسی غیبت آدمو کرد آدمم غیبت بکنه؟ مجوز این ظلمه. ظلم به خود که جای خودشه، چون هر گناهی اول ظلم به نفسه، بعدش هم ظلم به دیگری. کی گفته اگه آبرو تو برد تو هم اجازه داری آبروشو ببری؟ اینا خیلی مسئله است. افراد تصویر تو ذهنشون اینه که این عدالته. این آقا قصاص اصلا جایگاهش یه چیز دیگه است. توی بحث حال حدود و قصاص و دیات اونجا بحث میشه. نمیتونید طرف اگه تهمت بهت زده تو هم بیا یه تهمت بهش بزنی، بگیم حالا مثلا این کارو کرده فلان، آبرومو برده دیگه منم آبروشو میبرم. مجوز اینجوری خدایی نکرده. ساده با اون چیه؟ چی شد؟ همون. بعد این مگه ته داره؟ تو همین کاری کردی فردا اون بدتره شد. اگه اصلا بنا و خطکش و معیار و شاخصت این باشه تو زندگی که دیگه هیچی نمونه. اگه قرار باشه هر کس هر بدی کرد، منم متقابلا همون بدی رو، حالا همسر، فرزند، همکار، همسایه، از دوست، آشناس، چه شود؟ چه جامعه‌ای میشه بعدن؟ هیچی از توش در نمیاد. یا بگیم خیلی وحشیانه میشه رفتارها با هم دیگه. حالا وحشیانه که یه وقت نسبت به آبروی دیگه با شدتی برخورد کردم. ولا یأثم فی من یحب. اثم گناه با 3 نقطه. گناه نمیکنه به خاطر کسی که دوستش داره. آخ. یه وقت کسی بزرگانی رو ما دیدیم در طول تاریخ و حال. آره. هزاری هم بهش پول پیشنهاد بکنی، حرفا چیه؟ مال دنیا برای من هیچ ارزشی نداره. اگه یه خطایی بخوام انجام بدم من یه قرون این ور اون ور نمی‌کنم. اما یهو مسئله فرزندش پیش میاد. فی من یحب دوست داره. یهو مسئله فرزندش، خانواده‌اش گیر میکنه، نمیدونه چی کار بکنه. پناه بر خدا. اتفاقا یکی از جایایی که امتحان میشیم تو قرآن هم داریم دیگه. آره. مال و بنون فتنه. و اگر کسی تونست از این فتنه، میگم خیلی جاها افراد از مسئله مالی میتونن، این ولی آره میتونن، ولی نمیدونن محبت فرزنده. زبیر از ما بود تا وقتی که فلد شومش به بلوغ نرسیده بود. خدا پناه میبریم به تو. هر کسی یه نقطه ضعفی داره. هر کسی یه نقطه ضعفی داره. حالا ما یه استادی داشتیم، اینم شوخی بکنم، امروز خوب بود، میگفت من به نظرم نه مال میتونه من رو از مسیر بار خارج بکنه، نه مسائل دیگه و چی. میگفت هیچ به من بتونن منو از مسیرم خارج بکنن مال، ولی میگفت منو کله پاچه میتونه این کارو بکنه. شوخی میکرد. میگفت اونو اینقدر بهش علاقه دارم فکر کنم کشورم بفروشم. حالا شوخی خیلی دوست داشت بنده خدا. حالا شوخی میکنم، میگم هر کسی خلاصه نقطه ضعفی هم داره. نقطه ضعفی هر کسی داره. لا یأسم، هیچ دوچار گناه نمیشه فی من یحب. اینایی که میخونیم ترجمه کردنش آسون و عمل کردنش خدا کمک کنه عمل کنیم. واقعا قلیل المعونه کثیر المعونه. قلیل است، کم است. معونش کارش درد سرش برای دیگران کمه، ولی کثیر المعونه، کثیر زیاد. معونه از اون میاد یعنی کمک کردن. یه کسی رو میخوای بگی آقا بیا اینجا هیئت داریم، مثلا هیئت داریم، میدونی تو این لیست تلفنت 100 تا رفیق داری، ولی میدونی به 3 تاشون میتونم زنگ بزنم، به 2 تاشون که زنگ بزنم بگه نیم ساعت دیگه اونجام فلانی. خودم اومدم
لازمم نیست بهش بگی اینا رو بخر، میگه خودم دیگه میدونم چیکار بکنم. میاد قبل از اینکه تو بهش بگی چیکار کن، چهارپایه رو گذاشته رفته سیاهی‌ها رو شروع میکنه داره میزنه. به این میگن قلیل المعونه کثیر المعونه. اولی با همزه است، دومی با عینه. ببین چه خوب کمک کاره. بعضیا میگه عطایش را به لقایش بخشیدم، فلانی رو میگی بخوای بیاد، آی هزار جور ایراد میگیره. اینجاش چرا اینطوری بود؟ چرا اینو ملاحظه نکردی؟ چرا شام ندادی؟ چرا اینجوری نکردی؟ آقا کمکی تو نخواستم، همون خودم انجام بدم، عزت هم حفظ بشه نمیخوام. مؤمن صفتش اینه، درد سر نداره. دیدی یکی رو میخوای دعوت کنی خونتون، همه غمباد میگیرن، وای فلانی میخواد بیاد خونمون، الان باید 3 جور غذا درست کنیم، ناراحت میشه. معونه بری یعنی این 3 جور باید زیر 3 جور باشه، فلانی ناراحت میشه. باید حتما 2 بار زنگ بزنی، یه بارم فلان آقا ماشین بفرستم دنبالتون بیاد و اینها، فلانی ناراحت میشه. آخ تو مهمونی کسی حرف نزنه اینجوری، برای ایشون غذای سوای فلان، اینا میشه معونه بر بودن. خدا نکنه یه وقت آدم شریک زندگیش این مدل باشه. این حالا مهمونه میاد 1 ساعت 2 ساعت یه نصف روز چه می‌دونم بالاخره میره، ولی اون نباشد. خیلی سخت. نعم الاون که روایتش رو هم فرمودید همون اول برنامه از صدیقه طاهره سلام الله علیها، نعم الاون گفته شده بهترین کمک کار است در طاعت خداوند. یعنی بشه روش حساب باز کرد، ببینی با کمک او چقدر کار سریعتر پیش میره. بعضی هم میخوای دعوت کنی مهمونی، میگه بابا این از خودمونه، میاد اصلا ایراد نمیگه، اصلا دلخور هم نمیشه، هر چی جلوی خودمون میذاریم با هم دیگه استفاده میکنیم، غذای نمیدونم چیه هر چی هستش، دلم نگران نیست از دعوت کردنش. معونه بر و دیگران نباشیم. یه روایتی شنیدم که امام صادق علیه السلام خواستن برای استحمام برن، قدیم ها که داخل منزل نبوده اما یه جای سوایی بوده، هم تا همین اواخر هم در کشور خودمون هم همینطور بوده. بعد حمامی میگه آقا اجازه بدید قروق کنم، یعنی ببندم، اجازه ورود دیگری رو نداد. حضرت اجازه ندادن. مؤمن خفیف المعونه است، مؤمن خیلی دردسر برای دیگران نداره، لازم نیستش. پس این اتفاق میافتد، این اتفاق میفته. گاهی من دردسرم برای دیگران زیاد میشه، دعوت کردن من یه جور دردسر داره، بخوایم بریم فلان جا، حتما ماشینش اینجوری باشه، حتما. یه ذره ساده باشیم. ما اختلافمون چه هر موقعیت و طبقه اجتماعی باشیم، چه روحانی باشم چه هر چیزی باشم، میدونی کی جدا میشیم از مردم؟ اون موقعی که کثیر المعونه باشیم، همزمان نتونن با ما ارتباط برقرار بکنن. یه کسی اخلاقش یه جوری باشه، وای چقدر پر درد سر این دافعه ایجاد میکنه. یه بنده خدایی از این آقای خیلی خوشش میاد اتفاقا، یه آقایی که حالا اهل علمم هستن و اینا، رفته بود یه جایی که به اصطلاح استفاده بکنه از ایشون، از صحبتاشون. بعد شنیده بود اون بنده خدا گفته بود یه شرایط رو مهیا کرده بود. گفتم چرا؟ گفتم چون فلانی اینجوری میپسنده، فلان غذا رو اینجوری میخوره، اون رو نمیخوره. همینا رو که دیده بود اصلا کلا برگشته بود، بریده بود دیگه. من فکر نمی‌کردم یه همچین این دافعه رو ایجاد میکنه. هر چی هم قشنگ حرف بزنی و هر چی هم حرف قشنگ بزنی اتفاق نمیفته. معدوم اخلاق و رفتار ما رو میبینن. خیلی مهمه. خیلی خفیف المعونه یا قلیل المعونه. کلمه خفیف باز تو روایات دیگه هم داریم، ما خفیف المعونه کم معونه است، بی درد سره، آزار نمیبینن ازش، چه خونشون هم بری همینه ها، معذب نیستی، احساس راحتی باهاش میکنی. قلیل المعونه. خب فرصت داریم مورد دیگر بگیم یا نه؟ فرصت نداریم. خب باید همینجا بحث جمع کنیم. یا علی انشالله خدا متصفمون کنه. اینها همه یاد گرفتنیه، اینها همه همت کردنیه. بله احتیاج به توفیق از جانب خدا داریم که از احتیاجات ممکنه، توفیق من الله روایت داره. خودمونم باید سعی بکنیم از کسانی هم که اینطوری هستن الگو بگیریم. الهی آمین انشالله. خیلی ممنونم حاجی عزیزم، خیلی استفاده کردیم. عاقبتت بخیر باشه و اجر شما با حضرت حجت خیر ببینید انشالله. یا علی مدد، یا علی مدد. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. یه بار دیگه تبریک میگم. فردا رو روز اول ماه ذوالحجه، سال روز پیوند آسمانی 2 انسان برگزیده خدا، حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما، و انشالله که محبتشون بیش از پیش در دلهای ما شعله ور بشه و سایه‌شون همیشه در همه لحظات زندگی بالا سر ما باشه.